میترسم، اما آدم بزدلی نیستم. ترس من این است در روزگاری که تمام هم و غمم رسیدن به توست، قبل از رسیدن به تو روحم از جسم خارج شود و دیگر لمس دستانت آرزوی ابدی و معجزه خداوند باشد. عشقم، این را برای تو می نویسم. شاید سالها کنار هم باشیم، پیر شویم و کنار هم در رخت خوابمان دیده از جهان ببندیم که تمام آرزوی من است که در آغوش تو به دیدار حق بروم. اما ترس من نرسیدن به تو و از دست دادن آغوش پرمهرت است، زیرا تمام تعلقات جهانم از کودکی، آن زمانی که بچه بودی و دوست داشتم همبازی کوچه‌ای که تو در آن بازی می کردی بودم باشم، تا وقتی بچه مدرسه‌ای سر به هوا شدم و هر روز کفش‌های قشنگم را با بی احتیاطی پاره می کردم، تا وقتی که به سن بلوغ رسیدم و آن پوست شفاف دوران بچگی را از دست دادم. اما باز قابل تحمل بود، حتی وقتی جوان رعنای مادرم شدم و کوله بارم را برای چند سال به قصد تحصیل بستم و از شهرم و دیارم رفتم. دل کندن تمام اینها قابل تحمل بود، حتی وقتی مردی شدم و ازدواج کردم و بعد از سالها جدایی را تجربه کردم، باز برایم از دست دادن تعلقات قابل تحمل تر بود. اما حالا میترسم، خیلی میترسم. همبازی دوران بچگیم، پوست شفاف نوجوانیم، غرور بیش از حد جوانیم، جوان رعنای وجودم، مرد بزرگ این زمانم، تو را در لحظات رسیدن و چیدن میوه عشق خداییت در صبحی زود، عصری دلانگیز یا شبی تاریک و سرد تنها بگذارم. به چشمان پر از اشکت اگر این نفس یاری دهد، تا عرش خدایی کنارت میمانم. اما خودت میدانی دعوت حضرت دوست هیچگاه نمی شود بی جواب بماند. فقط از خدای آسمان و زمینم میخواهم دوریت را هیچ وقت برایم عادت نسازد و از برگ موهایت شاخه‌ای، از باغ چشمانت میوه‌ای، از عشق دریاییت قطره‌ای و از روح بزرگت ذره‌ای در وجودم بگذارد. قانعم به همین کمها، قانعم، اما باش تا کنار تو معنی تمام این روزگاران عصر سرد پولادی را گرم ببینم و حس کنم. پس بمان ای همبازی دوران بچگیم در خیالات. بمان. کانال دکلمه های احسان مظفریان.